یه بارش حوصله‌ام سر رفته بود، یه بارم هوس تنشو کرده بودم. راستش دلیلش اصلا واسم مهم نیست، اما اینکه هر وقت بخوام میتونم داشته باشمش بهم حس خیلی خوبی میده. شاید اینی که الان با هم نگاه کردیم فقط یه فیلم بود، اما هر روز داره این اتفاق تو واقعیت هم میفته. الان 11 شب اینجا تو اتاق درمان نشستم، همین امروز 3 کیس اینجوری داشتم. این کیس ها هیچ وقت از زندگی شما نمیرن، چون کم هزینه ترین فرد برای رابطه اید. در همیشه بازه، میدونه دوباره برگرده تو هستی. یکم هم اگه ناز بکنی تهش لمتو بلده، اما تو حواست نیست. سالها میرن و میان، همینجوری داری هدر میکنی و راه ورودو برای یک فرد مناسب و یک رابطه سالم بستی. تا یک فرد کامل بیرون نکنی از در، برو بیرون. راه ورود بسته است. بعد میگی چرا فرد مناسب نمیاد که من اینو فراموش کنم؟ اصلا همچین اتفاقی نمیافته، به خاطر اینکه تو ذهنت درگیر این چرخه ناتموم و ناسالمه. از این وابستگی که خودتو نجات بدی اولین قدمه برای ورود به آرامش و یک رابطه سالم‌تر.